علیکم. داداش کولر داری؟ بله. آبی؟ نه رنگش مهم نیست. چی شد؟ میگم یعنی آبی باشه یا گازی؟ رنگش نگفتم که ور میزنی. همون آبی. بفرما. گازی هم دارین؟ بفرما. پنکه مهپاش چطور؟ چون واسه خنک کردن فضای بیرون میخوایم واسه اون. بفرما. داداش تو مغازه هرچی نگاه میکنیم که هیچی نیست. اینا رو از کجا در میاری؟ شما فرض کن از تو چونم. چی شد؟ تربیت. داداش میگم از تو چونم. اینا چونم. آها راست میگه. چونش هم سوراخ داره. فقط داداش بوچون نمیگیرن اینایی که از اون تو در میاری؟ نه داداش خیالت راحت. من چونم هر روز میشورم. استوار سلفی کنی؟ بله. خیلی سریع سر از چان ایشون در بیار. قربان من سر توی کانیم. تو چان کسی نرفتم تا حالا. در میزنی قربان چان مادرته. بچه چی باشید جان مادرت منو معاف کن. بعدم ایشون زر میزنه چون همه کالاها با کانتینر وارد میشه. چانتینر نداریم که اصلا. بله راست میگه قربان. اینا اصلا کیفیت هم ندارن چون بهترین کیفیت اینا رو شرکت سلمابان داره که وارد کننده اصلی پنکه‌های صنعتی و سیستم‌های مهباشه که برای هر فضای بازی مثل تراس و باغ و ویلا و باشگاه و کارگاه‌های صنعتی و اینا مناسبه. اصلا تابستونه که یخچال میکنه سلمابان. خودشونم مستقیم وارد میکنن. آها همون دیگه. اونا خودشون همین دارن به من وارد کردن مستقیم. منم دارم خارج میکنم میدم به شما. متوجه شدی؟ صبر کنید. جناب علی؟ من جناب سلمابان. جناب سروان که منم که زر میزنی. نه داداش شما سروانی من سلمابان. متوجه شدی؟ از شرکت سلمابان اومدم. خواستم بگم که ما مستقیم وارد کشور میکنیم. به سوراخ چونه ایشون ما کاری نداشتیم تا حالا. اصلا مسیر ما نبوده. ولی از حالا به بعد چون ایشون تهمت زده من از ایشون